سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي 76 گناه کبیره از کتاب امام ذهبی رحمه الله. سحر و جادو. یگان شبهه نیست در کافر و بی ایمان بودن ساحر. در قرآن گفته می شود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شیطان ها مردم را جادو می آموختند، کافر شدند. مقصد یگانه شیطان از آموزانیدن مردم سحر و جادو را این جدا کردن آنها از خدا می باشد. الله سبحانه و تعالی می گوید و سلیمان کافر نشد ولیکن شیطان ها که مردم را جادو می آموختند کافر شدند. متاسفانه امروز هم آدمان را می بینیم که با این راه می روند. آنها فکر می کنند که این کار تنها حرام است و بس، لیکن نمی دانند که این کار کلن شرک است. آنها کوشش دارند که نوعهای گوناگون سحر را بیاموزند و از آن استفاده برند. یکی را سحر کرده می خواهند که نکاحش را ببرند، دیگری را می خواهند که شوهر زنش را دوست بدارد و دیگری را می خواهند که از یار و اقربانش دور شود و دیگری می خواهد که سحر بکند تا فلان کس او را دوست بدارد. ای برادر و خواهر عزیزم، این همه شرک و ضلالت می باشد و اکثرا شخصانی که به پیش ساحران می روند و به آنها باور می کنند این زنها می باشند. پس ای خواهران عزیزم، ای مادران مهربان، ای مادران امت اسلام، از این گناه کبیره دست بکشید و به سوی الله باز بگردید. و این چنین مردها هم به پیش ساحران می روند. پس ای برادران عزیزم، ای پدران بزرگوار، ای مجاهدان راه خدا، بر ضد نفس خود و بر ضد شیطانی که شما را به پیش ساحر روان می کند مبارزه ببرید و از خداوند بترسید و توبه کنید، به سوی خداوند بازگردید. خداوند توبه پذیر است و بخشیدن را دوست می دارد. در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 7 گناه مرگاور را نامبر کرده و سحر و جادو را نیز به آن داخل کردند. از ابو موسی خداوند از او راضی باد روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند 3 گروه آدمان به جنت نمی درآیند: شارب خمر یعنی خمر نوشان، آدمی که از خویش و تبار علاقه را بریده است و کسی که به حرف ساحر باور دارد. برادران عزیز، ببینید در این حدیث گفته شده است و کسی که حرف ساحر را باور دارد. وقتی که انسانی که خود ساحر نیست و حرف ساحر را و سخن ساحر را باور می کند، وقتی که وی به جنت ندرآید، پس حال ساحر چیست؟ در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که به پیش فالبین برود و به سخنان او باور کند، به درستی که کافر شد بر آنچه که به من نازل شد، یعنی به قرآن. برادر و خواهر ایمانیم، چون از آیت‌های قرآن و از حدیث‌های صحیح پیامبرمان صلی الله علیه و سلم به ما معلوم گشت که سحر و جادوگری و رفتن به پیش ساحران این گناه کبیره است. این خارج شدن از ایمان است. این با دست خود برای خود دوزخ را کسب کردن است. پس بیایید اگر از یار و رفیقان ما، از شناسهای ما، از خویش و تباران ما، آن کسانی که به پیش ساحران می روند، اگر این خیل
اگر این شخص ها باشند در اطراف ما آنها را از این کار خبردار بکنیم تا از عذاب جهنم نجات یابند. باید گفت که متاسفانه قسمی زیادی از امت در جهالتند. بسیاری ها درباره گناه های کبیره و عاقبت آنها چیزی نمی دانند. برای همین ما تصمیم گرفتیم که درباره گناهان کبیره موضوع ها ثبت کنیم و نشر کنیم. برادران و خواهران عزیزم، این بود موضوع امروزه ما درباره سحر و جادو. پس بیایید در آخر از الله مهربان طلب بکنیم که ما را و تمام مسلمانان را از آفت زمان، از سحر و جادو نگه بدارد و به راه راست توفیق و هدایت بر ما نصیب بگرداند و این نوا را به یار و دوستان خود برسانید تا از این بهره ببرند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسى